نبوت درباره جلال یافتن پسر خدا. ترانه داوود. خداوند به خداوند من گفت: به یمین من بنشین تا دشمنان تو را زیر پای تو اندازم. عصای قوت تو را خداوند از سیان خواهد فرستاد. در میان دشمنان خود حکمرانی نما. قوم تو در روز قوت تو به اختیار حاضر شدند. در سر و لباس قدسیت از بطن صبحدم شبنم جوانی تو برای توست. خداوند قسم خورده است و تأسف نخواهد خورد. تو کاهن هستی تا ابد و مانندی ملک صادق. خداوند به یمین توست. در روز غضب خود پادشاهان را شکست خواهد داد. بر خلقها داوری خواهد نمود. از جسدهای مرده پر خواهد کرد. سر را در زمین پهناور خواهد کوفت. از نهر سری راه خواهد نوشید. بنابراین سر خواهد برداشت.